دوستان دیشب من میرم مغازه داداشم و داخل مغازه نشسته بودم و با گوشیم سرگرم. یه دفعه دیدم که یه سگ میاد داخل مغازه کنار من ظاهر میشه. من یه لحظه تعجب کردم. چندین بار این سگ اومد داخل مغازه رفت بیرون، من بیرونش میکردم تا اینکه رفتم بیرون از مغازه دیدم سگه میره روی جدول بوتونی میشینه و جاش تو گم نمیخوره. زمانی که برگشتم بیام داخل مغازه دیدم از زیر جدول بوتونی صدای یه سگ دیگه میاد. بعد چراغ قوه میزنم، متوجه میشم که بچهش زیر جدول بوتونی گیر میکنه و این چند باری که اومد داخل مغازه برای کمک اومد که منم با کمک داداشم آقا میتی بعد از 1 ساعت تونستیم این سگ رو از زیر جدول بیاریمش بیرون. و زمانی که مادر بچهش رو میبینه رو سرش نوازش میکنه و بچهش رو آغوش میگیره که این صحنه برای من خیلی قشنگ بود. و اینو میخوام بگم که مادر بودن ربطی به انسان و حیوان نداره.